میدانستید اگر نوزاد بعد از شیر خوردن آرق نزند، شیر برمیگردد بالا و میتواند باعث سرفه، نفخ و حتی دلدردهای بسیار شدید بشود؟ وقتی نوزاد شیر میخورد همراهش هوا هم وارد معده میشود. این هوای اضافه اگر خارج نشود فشار ایجاد میکند و باعث بیقراری میشود. پس آرق گرفتن فقط یک کار جانبی نیست، بخش حیاتی شیردهی است. حالا روش درست چیست؟ نوزاد را روی شانه بگذارید، با دستتان سر و گردنش را حمایت کنید و به آرامی پشتش را نوازش کنید یا ضربات خیلی ملایم بزنید. بعضی نوزادان سریع آرق میزنند، بعضی تا چند دقیقه زمان میبرند. هر دو طبیعی است. یادتان باشد آرق گرفتن فقط برای نوزادان شیر مادر نیست. نوزادانی که شیر خشک میخورند حتی بیشتر بهش نیاز دارند، چون معمولاً هوای بیشتری را قورت میدهند. پس آرق گرفتن یک عادت ساده است، اما جلوی نفخ، دلدردهای شدید و گریه‌های طولانی نوزاد را میگیرد. کانال را سابسکرایب کنید تا والدین بیشتری آن را ببینند.